خب اینجا شخصیت سوال کرده که سلام داملای محترم، من درباره یتیم چیزی می گفتید، زیرا ما یک یتیم را از سن 4 ماهگی تا به 26 سالگی کلان کردیم، خب دانشگاه خواندیم، زن دادیم، بعد از زن دادن زنی بدی او به آن گفت که اینها پدر و مادر تو نیستند، تو یتیم بودی، اینها تو را کلان کردند. خب بعد از این حادثه با همراهی زنش از خانه برآمده رفت و با ما رفت و آمد قطع کرد. خب در دوران پیریمان ما را پرتافته رفت. اکنون پدری بزرگوار باشی یا اینکه مادری محترمه، انشاءالله کاری که شما کرده بهترین کار است که این کفالت و نگهبانی یتیم، کلان کردن یتیم و زن دادن وی، انشاءالله وی روز از روزها پشیمان می شود، گشته به سوی شما می وی جوان است، از روی نافهمی شاید این کار کرده است، انشاءالله روز پشیمان شده به سوی شما گشته می. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم حدیث مبارکشون است، روز گفتن که انا و کافیل الیتیم کهاتین فی الجنه، گفتن من همراهی انسانی که کفالت یک یتیم به گردن میگیره مثل 2 انگشت این چنین در جنت یک جایه و نزدیک هستیم. یعنی وقتی که شما یتیم یعنی سرپرستاری و نگهبانی را یعنی به عهده خود گرفته و یا نگاه کرده و یا تربیه کرده و یا زن داده، یعنی و یا خواننده، ان شاء الله رب العالمین شما بهترین ثواب از خود کرده. ان شاء الله در روز قیامت در جنت همراهی جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم این چنین یک جای است. ان شاء الله آخر این جوان پشیمان شده به نزد شما را میاد، در حقش دعای نیک کنه که همچون فرزندی خودتان که خداوند زودتر و یا پشیمان بگردانه و به سوی شما گردانده بیا. ان شاء الله ثواب بزرگ گرفتگی است.